و امروز هم 21 ماه مبارک رمضان است. آمدیم به لیسه مریم. بس شوی چی خوردی؟ بس شوی یکم شوروا رو زدیم. والله بشک. تا یک کاسه یک نخو چاره تام شود دیگه. میگه خاک پای دوست شدن نزد ما آرزوست. گر دوست قبول داند جان ما فدای اوست. دیگر هم خوردی؟ والله بشک. چی خوردی؟ سمبوسه. سمبوسه. خلاص به خدا دپ تره کی داره؟ والله بشک به خدا. در لیسه مریم این بازار گشته میگه هر کس او ضرورت داشت برش بشکه پر میکنه. چند پر میکنه میره؟ 20 روپه. آره. مقبول نیست جذاب هستی. مگر من نمیفهمم. اگه یگان گلاس دگام داری بده. مرا گلاس دگام. داری؟ کی بوتل بده لالا جان. او میخوره. ها ما باشیم. صاحبه کدام کدتان؟ نه نگویی والله. زینم خوب است یا نه؟ 100% چطور؟ والله بشک. خوش باشین. خودت هم نام خدا پیشانیگه که تو باز. خدا همیشه هم تو خوش داشته باش. شوله ما دفهمید. بخیر باشی. باز کت از این شوله که گوشت قاق باشه میخونه کوفته با جایت خاله. خوب یک کوفتهش هم خوب یک قرمه کوفته. چه خاله میال یک بولونی پیش ما میخواد درو میکنه. دیروز همین دست این رقمی خیل کردیم ما چون رگ بیسر تو خورد چه رقم حالا هیچ بالا نمیشه دست. برو کامرا قطع شد و از یک چاپید نکن رگاش به تاپ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه شما بخیر باشه. بازم ظهور نوری هستم در خدمت شما و امروز هم 21 ماه مبارک رمضان است. آمدیم به لیسه مریم. ما دیگه چندین گزارش داشتیم. این خوشبختانه بازم قسمت یاری کرد که بیایم اول دوستا و رفیقای خود که در لیسه مریم کار میکنن مصروفیت دارن بازم بگیریم. خب یک ذره بیروبار است. ما از همون خاطر نارام هستم که بعضی موترها این طرف میره بعضی موترها از این طرف دور میکنه که حال نشه که زیر سوال بریم. بعضی کسا باز حسابش یک دفعه خراب میشه. باز جار ما هم چیز نمونده. ما تاب توان قدر چیزا ندارم او گارم واره کنه. با عرض شوخی کردم. بخیر گزارش خود شروع میکنیم. به افطار هم دیگه قدر چیز نمونده. یگان تا که بسیار تلاش میکنه که والا امیال خوب یک قابلی می بود، امیال خوب یک جکاو می بود، یک جک دوغ می بود. اینا 20 دقیقه دیگه مونده. 20 دقیقه دیگه حوصله کنین. بخیر شکمام سیر میشه. بازو وقت قرار خود بندازین چای تا بخورین گزارش شما رو سعی کنین. خب بریم بخیر گزارش خود شروع میکنیم. بعضی دوستا و رفیقا هست ان شاء الله
باز هم باشن. اون یک رفیق هست جای نگریزن. خب پیش از اینکه پیغمبر خود گپ بزنه باش که نمی لالای ما بیا لالا پیش بیا جور هستی؟ صد خوب است. والا ما و خودت تو یک جای هستیم که بیا این طرف یک سری دکان بیا. جور است انشالله. شکر صد بخیر. خوب است. شکر بخیر. نام خدا عقل کلا بیادرا و کلا گیره خودت میخوری. بله نام خدا چه خوب اندام. یک کمک از این چاقیت ما را نصیب میشد. بگی چرا میگیری بگیرش. باز این دیگر رفیقم اومد. بیا یک ذره بیا. ات یک جای هستیم که یک دقیقه آرام نمیمونه. باسکلت به جای استاد کردی. اینجا استاد کو باسکلت. نه نفر چاریش میشه نه؟ ما خود چاری خود کده میتونیم اینا این لنگ کروزر دگه باشه باز نمیشه. نام خدای باسکله که چه خوب استایلی جور کردی. نام چی است؟ رقیب کی هستی؟ این مورر است که کی برات انداخته؟ چشم مورر؟ ایرا خودم انداخته. خودت انداختی؟ خب این میگه اونو بیادرت است به خاطر که با میزره کلوله است و آزارت پیتن. کجا میرفتی؟ حالا میرفتم خانه زنگ داد یک پایین تا بولانی گفت بیا. خب افطار. این وقت هم کم مونده. خانه کدام قسمت است؟ خانه پروژه جدید است. این از پروژه جدید اومدین؟ خدا کار بدم دو تل پرون حالا میرم. چی کار میکنی اونجا؟ کارگری. چی مثلا؟ یکم کارتنای دوار تا بالا میکنه. باز چند میتن برات روز چه کار میکنی؟ کارتن 5 روپا. او 5 روپا هم کتا پیسه است. اینا باز روز چند کارتن پایین بالا میکنین؟ یک 300 400 میشه دیگه. میشه 100 1 نیم ساعت 200 برابری است. خدا مهربان است. خدا مهربان است. میشه حال روز است یا بوزه؟ نه والا روز است. نخواد. بس شوی چی خوردی؟ بس شوی یکم شوروا رو زدیم. والله بشک. تا یک کاسه یک نخو چاری تام شود دیگه. نه 2 نفر یک کاسه را خوردیم. 2 نفر یک کاسه را حتما هم تو کاسه جانانه بود. آدم نمیشه. سرش او چی بود؟ سرش یکم بولانی را میزنیم قابلی را میزنیم. بشک به خدا. نوش جانت والا دارو درمانت هر چی میگیره تو مت بخور. هر کسم گفت که نخو کم بخور تا گیر لالایت بتشت ایست. بله. زور ما میرسه سرگان تو باز چپش میکنیم یک جایی. صحیح. در سال کجا رسید؟ در سال دیگه. نشد دیگه پیش بریم. نه نام خدا چه خوب کلولسی نظر نشی. ماشاءالله. خب از نظر بعد خدا دور نگه دارید و این مورام که هست چشم مور است نه؟ اینه به خاطر این نظر بعضی کسا مندازن. نه بعد شوقی انداخته میشه. شوقی انداختی؟ والا بشک. برو بخیر بری. اسکار خدمت. دفتری ما رو میبریم. بیا بریم. چی پخته کردید؟ هر چی که بود چیزی که داده بود در کاسه برد چکه. بخیر باشی سلامت باش جان جور باشه. خب بیاین بخیر. بیا دیگه لالا. خواسته ایست. ای دلت نمی. میریم بخیر گزارش خود شروع میکنیم. اون قسمت بولانی و یگان چیزکای اواسانه که دفتری خورده میشه از او است. و این قسمت رو بعض رفیقای دیگه ما که جوس آماده میکنن. السلام علیکم. ترسان نیما بیاده. والا اینا لطف کردن. انوری صاحب ما دیگه حقیقتا خودت پیش خود بگی. بگی خیر است. بیره که نگیری نمیمانم تا. خب اینا رفیق ما لطف کردن. خب بریم بخیر. بچه شما جور هستین؟ بیا پیش بیا. جور هستی؟ نه شرمو بچه ریش بوری تا سایکو از من میشرمی. خب بیاین بچه‌ها. اینا ما تو قدم زده میریم. جان؟ بخیر. اینا لالای ما هست اینجا جور هستی بخیر. اینا پشت سنه سلام علیک کنیم. سیالی و شریکیز باید روی سنام سلام علیک کنیم. نام خدا روز بروز هم قد کشیده میری هم نام خدا بردارک شده میری. والا چیکار میگه جوانی است. چطور بود کاروبار امروز؟ شکر است الحمدلله. والا پشت از اینی آدم کلگی چشم درد است. والا اینو فهمیدی دیگه. اولین کل است که بسیار بارد بشه. دور باشه از دیگه رفیق. جمهور هم فهمید تغییر کنه. خب بازم عکسی داری پیسه هست فهمید. والا دولت. خب بهر صورت نام چی بود؟ نام من رامین جان. این کتابچه یادداشت است دیگه. کتابچه یادداشت فهمید قرضا و گپاس فهمید. قرضو میبره مردم. من تو فهمید میتیو گپا میگم پیسه را میگم تو فهمید میرای دوست. کل فایده اینو میتیو در 200 300 اونم 20 روپیه 30 روپیه. با مردم خوبه پیسه را میتن فهمید. میتن؟ میتن. اینا لگه وعده خلافی کنه باز کار خراب است دیگه. با دیگه رای نمیگم براش فهمید. نمیکنه. خب این پیسه را چطور به ما گرفتی بتی چی؟ پیسه فهمیدین پیسه پرکشی و کشت چیزاست فهمیدین. کشت هم داری؟ کشت هم. خب این دکاندارا بعضیاشون این میرقم قانون نشان است که 100 روپیه یا 200 روپیه روزانه مندازن
باز من دادن باز هفته یکی باز میکنین یا موقع در روز در روز آه در روز باز چند میشه در روز در روز هفت برا کنی هفت نفر بر خودت برآمده یا نه از من فهمیدم ما رئیس کشتم من اولش از من فهمیدم رئیس هستی آه رئیس من پیسا پیش خودت میباشه آه پیسه کدی پیش من والا این مسئولیت هم داره کل پیسه پیش خودت باشه آه این از مسئله کدام را میری میدم راه یا فهمی مختلف بگو. راه می نفهمیدم رفتیم لالا خدا وقت چای و چای من نفهمیدم دفتر را کردم جور باشه خدا نامت چی است فرزا فردا جا چی میگی خب این کراچی از خودت است کراچی از خود مزدگان اینجا قرار اینا تقریبا اینا چند دفعه که آمدیم خدا که اینجا تشریف داشتی بودیم بله 100%. او دفعه باز یک طوفان به ما داشتی او دفعه باز داشتیم نشد اینا حالا خواهد دیگه بله 100. اینا حالا که نگوی اینا الهی تاب نمیتون نه میگم چرا میره میگه خاک پای دوست شدن نزد ما آرزوست گر دوست قبول داند جان ما فدای اوست. اما تو دوست باشه دیگه نه اما تو دوست اگر چی خود رفیقا کلش به مله و فهمیدی اگر از جیب چرش نشده که میگه نامرد هستی. والا تو یک شرایط آمده اینمی امروز هر کسی که صحبت کردیم از این رفیق نامرد نالیده نمیفهمی چی رقم حساب است این آدمایی هستن که فهمیدی مفروشن آدم دیگه فهمیدی چی کنی کدشان. والا راست خب یا خیر باشه به هر صورت خداوند هدایت کنه دیگه چیز ما نمیگن کنه بله 100% نامرد هستن فهمیدی. خب باز ما دوستشان داریم دیگه دوستشان داریم رفیق از فهمیدی دی وقت رفیق باشه که از در طبیعت آدم بگشه فکرته خب در زندگی آدم یک نفر باشه که راست کنه آدم کتش درد دل خدا بگه یعنی 100% خب این نام خدا در دست قبیل بار است یک انگشترار در یو من داختی در و من داختی والا من تو خوشم یه انگشتر هم یادگار وارم حالا میشه این یک تازم دوستا برام داده دیگه دم دوست کده میشه دوستم چند رقم است کدام نه رفیقا داده بود حال رفت ایران رفیق دیگه رقمی نباشه نه از رفیقا نه نیست رقم عاشق بچه‌ها مال والا نه خب یک دانه اندیوال بود رفت ایران یادگار داد برام آدم فنسی فیلم بود رفت ایران رفتن امروز ارتباط هستی یا نه گپ میزنیم کدشان درگام واسه مثلا سیستم خب برس لولاگا کم اینا کراچی میوه تام است چند رقم میوه سیبو میخی وضعیتش خراب است والا خب سودا نیست فهمیدی پیش از رمضان با خوب سودا بود تو میرفتن حالا دیگه فهمیدی قرار اینجا ششتگی است تا یک نفر بیا که بگیره این نیست یک دفتر یک زرگک یک دفتر یک زرگک بیبار میباشن میگیرن با پیش از دیگه روزه از غیر بیشی که تا کدام اشتک بیا یک دایره بگیره بخوره دیگه رقم خب یا خیر باشه توکل ما شما به خدا بله کدام درد دلت دیگه چیز هست یا نه دیگه نه دیگه بخیر نمی شیرک میبردان گفت نمی رفتیم جان باش افطاری اول دیگه رفیقای خودم بگیریم بخیر باشی سلامت باشی خب نام خدا سعی کن که چه خوب لپجا گرفته اولی مو هم است از چیام است این از یا از انار اگه میگه در خدمت هستیم دیگه از آلوبولو است یا از انار است اینش که از آلوبولو است اینش لیموس اون چیزش که از باز انار است انار ما گفتم چطور قدر جگری سی شاید از آلوبولو است و از مالته است یا جوس تازه است چه رقم دیگه تازه دیگه اما تو دیگه 100% دیگر که میشه باز دیگه جور کده میره میشه تو تیار میمونین که به خاطر مردم میاد بوتلکی میگیره با میبره خب یا خیر باش که رفیق ما چه شد بیا که امروز صحبت کنیم دمی روز یک ذره گکم تو چی میگن عوام گرم شده باز نمی چیزای یخ زیاد دل آدم میشه یکان شکمبو باشه باز بسیار میتپه زیاد باز قانون میبینم فهمید نفره که شوقی خو میشه که ببینید فهمید او داد آدم بره یالا خودم واسم خلاص خوب هر صد رفتیم لالا جان بریم دیگه اول دیگه رفیق خدا بگیریم بازم تو میریم خداحافظ چی آوردی لالا با ما آوردی برنج است با کی آوردی میبرم به دکان با دکان یک دفعه نشان بده سالش خمفته است اوه گوشت هم داره یا نه داره زیر برنجی داره دیگه والا بشک کجا میری دکان کجاست این چه دکان این نمی قسمت این بولانی فروشی نمیگی نه او طرف در کوچه در کوچه دکان چی است خیاطی برو بخیر نال از پشت تا قسمت بود ما میایم خداحافظ بیا انوری صاحب قند کمت خود قاچاق پرت ماجله کدی طرف کجا چرا قچرت میزنید ای نزدیک افطار خوب است ان شاء الله سلام علیکم صد خوب است ان شاء الله جور بخیر است چرا قچرت میزنی کاکا جان او دیگه
دنیا به چرت نمیشه دیگه. والا کاکا جان این حال چند گپ است. اگر چرت بزنیم خود خراب میکنیم. این حال خوب است چرت زدن یا نه؟ والا چرت زدن خوب نیست. خب آدم دیگه نگفتی که پیدا کدم این دنیا یک نفر بگه ما هیچ قصه چیزی نیست چرت نمیزنم. کل مردم میبینی کلش در چرت در فیل غرق است. کاکا جان والا میفهمم اما در مقابل مشکلات دیگه استادگی کنیم. چطور کنیم دیگه چاره نیست. خب استادگی که نکنه خب کلوچی رو دیگه ثابت نمیآورد میشه دیگه. مگم خدا را هزار بار شکر پدر جان که این جانک جور است. بخیر باش. دست بیش کس دراز نیست یک حرکت میکنی. اینی می کلان نعمت پروردگار. سلامت باش تشکر. این جان جور هر چقدر شکرگزاری بکنیم کم است کاکا جان. جان جور پاچایی دیگه. امید هر چه که تو بود روزه امروز. خوبه روزه خوبه. گرفتی چه گرفتید؟ نگرفت اون والا یک رقم معلوم میشه که زور شده. نه زور نشده. هیچ معلوم نمیشه که روزه جانی. والا کاکا جان دمی چند روز از ما مثل ولد مونده بسیار وضع خراب کرده. این دجانم چیز نمونده علق گلونم خوش. آدی روزا خودم تشنه نمیشه. وقت یگان حساب خرابم که پیدا میکنیم امروز ما صحبت میکنه بیخی دیگه ما را یک چون دیدگان میکنه بیخی خراب میشه گپ. خوب مردم یگان تو هست که عملی میباشن. چه خبر وقت اینجا کار میکنی کاکای؟ ما حالا یک سال دو سال میشه که پیش از چی میکردین؟ پیش از ما مستری بودم. مستری چی؟ موتر. مستری موتر؟ خب این یک کسب دیگر هم یاداری چطور؟ کمی اوگار شد دیگه باز نتونستم دیگه ایرا کردم. از یه استاد شدن که فکر میکنم اونمو کارتون خوب نبود؟ کار ثقیل بود. کمی کمر میخی نزدیک پای مانم آورد. کل فشار سر کمر بود دیگه. سر کمر پای میگرفت. یا زیر موتر یا سر موتر یا در کل سر کمر بسیار فشار بود. مزله که چه بود سر موتر نمیرسید. از ما دیزل پمپ بود داخل دکان بودیم ما. حالا مزله انجینری بود. خود نمیشد این کارهای سبکش خودتون میکردین کارهای ثقیلش هم میموندین که شاگردا میکردین. اون چیزایی بود چیز ظریف کاری بود که شاگرد خراب میگه با مجبور تا خلاص هر چی بگیم نشد دیگه خطا خورد. خب یا خیر باشه این کارک خوب صحیح رونق پیدا بکنه که ایدس به ایدس ایجاد نشه. آمین بخیر. همون طرز امر خدمت است. سلامتی میخوام تشکر. اینا بازارم چیز نمونده. بخیر سلامت باشید. خانه میرین یا میج افطار میکنین؟ همینجا افطار میکنم. از چیز آوردین؟ پیدا میشه خدا مهربان است. یگان بولانی یگان پکوره یگان دو چیزا خوزی هست امید بولونی هست. بیا خیر باشه اگه اون قسمت بود یک جای افطار میکنیم. رفتیم کاکای گلم بخیر باشی سلامت باشی. اینا بیا ایده تو از حال از پیش ما گره جور استی لالا خوب است میایم بجانت میایم. خب کجا میرفتی بار به سر جمع کرده؟ میرفتم خانه میرفتم در کار بودم خانه میرفتم. کارتون چی است؟ کار ما اجاب فروشی از دمی اجاب میفروشین؟ خب دمی لیسی مریم دکان از خودتون است یا شاگرد است؟ شاگرد هستی؟ حالا چی هستی؟ یا کالا بود در ماینه خانه در چی کار میکنم کالای نجاره بودم. دکتر داد گفت بر خانه تان بشویی. خب بسیار خوب. حالا خودت کجا میری؟ خانه میری؟ والا معلوم میشه که خوب چاش شکمکم سیر کردی یگان چیزا که چرب نوش جان کردی دیگرم خوردی؟ والا میشه که چی خوردی؟ سمبوسه خلاص به خدا دپ ترکی داره. والا میشه که به خدا اصل وقت شماست. این حالا بخیر آیسته که فرض شد باز دیگه مجبور و مکلف هستی که باز بگیری. خب صنف چند هستی؟ صنف 7. خودم ما صنف 6 هستی؟ 7 و 6 خودت یک ذره کلانک شاید باشه ازی کده. ازی کده ما 5 سال. چی یکی دیگه میشه؟ چی هم تو گذار. اما تو سر خورده این دیگه. بسیار خانه شما کجاست؟ خانه ما هتل پرون. این هتل پرون حالا میری؟ برو بیا از شکم سیر از دیگه دقیقه چیز نیست یا تو قدم زدم که بریم میشه چاره. بله. این حال که آسان تو تزدگاه کرده شاید خودت پیش دست سرخوان بشینی. نه. خب بخیر باشی. برو بخیر برین. خمر خدمت است. کدام توفه چیزی دارین؟ ندارین هیچ چیز؟ چی؟ توفه، شعر، ترانه، نعت شریفه چیز؟ هیچ کدام دار. ای ناجوانا برین بخیر برین. خداحافظتان. چی کردی استاد؟ خوب است ان شاء الله. جان جور است. شکر خدا. بخیر هستی؟ از کجا میارین؟ شرکت. از کدام شرکت؟ شرکت آبشار. دلیسی مریان این بازار گشته میگه هر کس او ضرورت داشت برش بشکا پر میکنه. چند پر میکنه میره؟ 20 روپیه. 20 روپیه. او شیرین دیگه. او مدنی. جان اینا خوب است که همین شرکت ها در افغانستان جور شده میره به خاطر اقتصاد چقدر خوب است. اینا 4 نفر مسلمان هم برش وظیفه پیدا. این تانکر و زرنج کلش از خودت.
ایزه که کارک جور است. شکر فضل خدا. رفتیم با اجازه. به خدا. ما را اجازه میدی و بریم. بیا. خب بیاین بچه‌ها بیاین. کجا میری؟ برو خیسه ایسته. آمدیم بچه‌ها تو دیگه. خوش آمده خیلی زیاد خوش آمده خوب نظر هستی؟ خوب است جانک جور است احترامات خوب گرم و نرم است. زنده باشه جور است بخیر نظر هستی چرا؟ آرام است کارا بخیر میگذره. بخیر باشه نام خدا از این بوش هم شاید سیر باشه. والله گفته است نام خدا اینم پلوانک خو هستی. غم رفیقای دیگه ما رو میخورین یا نه؟ 100% اینجا بیادر تو هم که یک مباسی بخیر پالوان هم تو چست چالاک بشی والا مجبور یک مو شاگردی کنم پیش. یا استاد کار است بیادر به خاطر از اینکه این در دفتر که هستم رئیس رقم بار نمیخوره وی قاف نگشت. جور است دیگه ان شاء الله خودت حتما سر کوری کباب میباشی؟ والا من می پارسالی هستم بیادرم کباب است مرغ است یگان چیز دیگه است پارسال میکنیم یگان نشک میزنیم. ها والا فعلا خود که رمضان است نمیشه بیادر آه رمضان این بعد از رمضان. بعد از رمضان دیگه دکان است خودت از جانا خب باز یک گپ است یک چیزی که میگه زیاد بود باز دلم دلت میزنه. نمیشه آه این گپ است مست ملنگ است خدا راستی. والله ما رو روزه برداشته او به در روزه هستی یا نه؟ عاشق هستی؟ والا خوب رفیقا داری مگم ساعتتان تیر است والا هستی به دوی سرت خب اگه برنامه رو قطع نکن افطار میمان ما بشه به خدا خوشحال چی بشه دارین که قدر نام خدا بیروار است؟ برادر قابلی است چبلی کباب است برگر است بولونی سمبوسه است شورمه است دیگه همین چیزا رو دفعتا فعلا داریم چون ماه روزه است غذا کمتر جور نام میکنیم خدا بگیم که نظر نشه. زنده باشه یک گال است یک گال است خدا من همیشه هم تو بیروار شه. آرام باشه چیز کار خدمت دارم بسیار تشکر. افطار باشه. نمیباشه برادر رفیق ما بخیر باش سلامت. استاد جور هستی؟ الک سوختان دی کبابه رفتیم خدا یارتان بخیر باش سلامت. تو بیا تو داولات را بالا تو بیا دیگه از پشت صحنه زیاد آزار میتونه دوری میگیری از ما جور بخیر هستی؟ با خدا یک رقم مست ملنگ هستی هیچ روزه سر تاثیر نکردم. ما خود دیدم مورن پکاورا یادم اومد اما گفت عاشق هست ما دیگه دال ما ایران من سر کجا عاشق شدم والا راست میگی هیچ نه مقبولی دارم نه قد دقواره مقبول نیست جذاب هستی مگر من نمیفهمم. خب کل رفیقای خود دوست دارم ای که هر کسی آلو رفیقت هست کل شما رفیقم هستین و تو بیادر خواندگی کدش ندارم اما تو جگرم از کلتان گپ چیز خیر میاله بخیر باش سلامت. چی میگی اینجا خودت لالیم؟ ما بیکارم اینجا طرف چی میگی؟ بیکار هستی نام خودت پر انرژی هستی؟ ما از وقت پر انرژی بودم از وقت حالا شدم پر انرژی بودم تا حالا. چی میگی؟ نام چی است؟ نام ما فیروز. والا بشک نامتون مقبول است. خیر میاله نامتون با ارزش است. یک گردک بتین فیروزه میشه. نه از ما مسیس نام مزاق کنم. مسیح؟ از آن 2 دقیقه دیگه چیز میشه. احتیاط که بشی من دور دارم زیر بخیر باشی خدا بخیر باشی سلامت. خب چکر زده بریم. خب یعنی بازار هم تو چکر زده میریم بازو طرف سرک میریم. چی گفتی انوری صاحب؟ بیا بخیر. میمان کار دارین یا نه؟ بخیر هستی؟ صد خوب است؟ خیر باشی. حال چیز آماده کردین یا نه؟ این نزدیک افطار است؟ آه یا خودت گوزه هستی؟ نه من کوزه هستم خو اینجا پدرم یا هستم. خب کجاست پدر جان؟ نه تا خانه رفتن. خب چی آورده بخیر از خانه؟ میارن دیگه اگه چیزا خوب میاره دیگه هر چی که آورد. شاید برانی کچالو باشه، بولونی باشه، سمبوسه باشه، این چیزا باشه. همین چیزا هست. خب چند روز چه گرفتی یا هیچ نگرفتی؟ ما 12 روزش گرفتیم. 12 روز گرفتی؟ بله. ماشاءالله چند سال هستی؟ یک 13 میایم. 13 می؟ بله. خب این خورد بچه هستی نام خدا همت کردی که 12 روز چه بگیری. این حالا بخیر بر تادی میشه وقتی که فرض شد سرت بیخی بر تادی میشه. بله بسیار عالی. بازم تو دم راست میتونی روزی تا. بله. این شامل ثواب شی دهی سن سال. بله. درسای دخو میکنی. آه. چند هستی؟ صفحه 7. آفرین. همیشه هم تو درسکای تا بخوان تلاش کو زحمت بکش که بخیر چی شوی؟ داینده یک کاری شوی. چی خوش داری شوی بخیر؟ هر چی که رضای خداوند باشه اون میشه. خودت چی علاقه داری؟ کدام رشته دکتر، انجینیر؟ هر چی که باشه. طالب جنگان است دیگه. این رقمی از چشمای خدا پات میکنی. آه. رفتیم لالا جان. خداحافظ خداحافظ. بیاین بچه‌ها. بیا انوری صاحب بیا. خب از او بازار کده اینی بازار بسیار خوب است. اینما تو چکر زده میریم که چی عباس چی سخناست دهی وطنک عزیز ما. انوری صاحب این با آزارم کم وقت مونده بخیر.
خشت اختیف. اینی میسر اگر کمی آخر کنیم خشت اختیف. اگر اما تو رو بروی بریم به اون طرف هتل پروان اما تو رسنی انوری صاحب. دیگه اینی قسمت ها به نام گلایی پارک نامیده میشه. به خاطر که اون قسمت یک پارک است. بیاین بخیر پایان شیم بریم پیش شیگپاس. خب یکی خو نزدیکای افطار است. دیگه ما تو که براتون گفتم کلی که تو کوشش میکنه دویده خدا برسونه طرف خانه احتیاط بچه‌ش احتیاط. لالا جور هستی؟ بیا دیگه بیا صد خوب است. اولی جو تلاشی بده باز برو. جان جور است. شکر. بخیر هستی؟ چطور به امروز کار غریبی شد نشد؟ والا شکر است. جای نری خبرت کردیم کار دارم. خب کارا بخیر میگذره ان شاء الله. شکر. لپ جپ هستی؟ چی امروز چطور غریبی چیز کردین یا نه؟ شکر غریبی شد پیسه 1-4 تومان پیدا شد یا نه؟ شکر پیسه 1-4 تومان. برو 1000 بار شکر. اینمی که حرکت میکنی خدا برکت میکنه. هیچ وقت تشویش از زیر نداشته باشیم نه که والا چطور میشه روزگار چطور میشه زندگی چطور میشه والا چطور کنم چطور اما تو راست نه همین چطور گفتن آدم بسیار خراب میکنه. تا که چرت شدی حرکت که خدا برکت. بخیر سلامت باشی امر خدمت است. بخیر برو بخیر بری جان لالا. بیا والا دمی وطنک عزیز ما که از این دوستا و رفیقا و اندیوالای ما اما افطار هم مزه دارد. چی جور کردین بخیر؟ بیا تو انوری صاحب که خبر رفیقای خدا بگیرم. خب لالا جان معلوم میشه که خوب سعی لپه چپه گرفتین. جور هستی انشالله. ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ سلامت. خودت خوب هستی لالا جان؟ شکر بخیر بخیر باشی لالا. نوش جان دیگه. من فقط اول نه بولونی دبا نه از میسم بوسه یک ذره برش میتم دست از اون بیازو بند است. بیا من برش جور می. بسیار زیاد تشکر لالا جان. من نیکی کل بیننده بسیار علاقمند به اینمی هستن که دوستا رفیقای ما که در کنار سرک همراه یکی دیگه میشینن همی هر چیز دارن یک جایی میکنن که یکی دیگه میخورن بسیار خوششان میه. باز همیشه تاکیدشان اینمی است که برین اولشان بگین یک دو لقمه گشت امروزشان بگیرین. حال نگوین که والله زور هم مفته باز است. نوش جان شروع کن دیگه بخیر. فقط اول تو نگرفتم. امر خدمت است. چیزی کم از بیارم جگر جانم. بخیر باش. نوش جان. آرام نوش جان کنین. خب یک کار میکنیم انوری صاحب یک چند تصویر از میجریان افطاری بگیم انشالله دوباره پس برمیگردیم ما و شما همین نمازها را بخوانیم همین افطار بکنیم پس انشالله هستیم. اگه یگان گلاس دگام داری بتی؟ برای گلاس دگام داری؟ کی بوتل بده لالا جان. او میخوره. ها ما باشیم. والا نام خدا اینا بازارکتون هم چوک است. یکیش خلاص شد دیگه ایش آمد دست خانه. خب هر کس اشتیا داره امر کنم. نوش جان کردین شما؟ والا به شکر. بته همون جگرگوشه رو هم بته که وام بسیار زحمت میکشم. بیا پیش بیا. خب دگام موندم. والا به شک به خدا. دو گلاس که نیست بوتل که بولونی بده متون. بولونی گنده نداری؟ مکس هست. مکس هست؟ تندوری گنده هست. نه جان دادا. خب باش که امروز تندوری از خیلی میگیریم. بچه شما میخورین بولونی؟ ما بگی دیگه اینو بیا از طرف بیاد رکتان بگیریم ما. هر دو گکتان ما. بگی دیگه. خب بیار نیمو بولونی را.
خب امور یک دو تا تکو دستم بند است یک نیمک شب روز اون جگر گوشه بتم نیمک بر جگر گوشه بتش بچه کمک دم کامera را صاف کنین بعد از بسیار دیر وقت دو همراه بولانی بسیار مزه‌دار است. این در خانه جور میکنین؟ خب دانی چند از بازیم؟ بولانی دانه داره با دو بوتل 20 روپا بولانی؟ داره با مادر جان حتما پخته میکنم خب باش خیلی میرم از شکم سیر کنم باز ما و شما صحیح گپ بزنیم صحیح خانه نکه باشه چی میگی؟ دلکایتان هم من میفهم از اکریت شاید خوب صحیح هوا میشه باشه ای لالا جان نمیخوام افطار کردی؟ نکردی؟ خب صبر کن حالا بس بگو دیگه باش کجا؟ خیر یک قسط میگیریم یک از $1 که کار ارزیتان شوم نه کجا؟ نوش جان خب دیگه شما میخورین؟ من شما خدا میخورین؟ بده کاکارم بی کاکا جان نوش جانم خدا قبول کنم یکی دیگه هم بتش ما جان ما چند دانه شد لالا از خودت چند تا از خودت 4 دانه از مشت که 1 دانه 2 5 دانه خب 5 دانه از خودت شد امرای 2 از خودت چند تا شد کدام گپ نیست امروز 3 دانه 3 دانه شد خب خدا کنه بچه ما پیسه داشته باشیم نه لگه من نداشتم گپ نیست اگر گام کار داری در بینتون قرضکانی هم هست چی؟ خودت در کجا پخته میکنی لالا جان بولانی؟ در خانه پخته میکنم در خانه پخته میکنی؟ والا فکر میکنم خلاص است تو گلمش جمع خلاص جان نوش جانک خودتان بالا دوغ باز چطور اما تو میخرین یا نه اورم؟ خودم رو جور مگم نام خدا ماستش خیلی زیاد ماستش ما از اینجا کیلو یکی 52 روپیه میخریم از ماسای مارکتی نمیخریم مگه ماست حلال چیز پاک سی میکنیم والا بشک خوب مزه‌دار بود مگم نوشک جان فکر کردم ماست نوش جان نوشک مزه‌دار بود خب به هر صورت لالا گکم چطور از کار خودت روز چند تا بولونی میاری چند تا روز 20 دانه 25 دانه 20 دانه 25 دانه خب 200 2.5 میشه فایده چقدر میشه فایده دیگه او دیگه با مادرم معلومه که چقدر میشه چقدر نه من نمیفهم آفرین بچه زحمت کش خانیتون در کجاست در 500 فامیلی در 500 فامیلی باش که کاکای ما بسیار دلش پر است تو بیا اینجا تو پیشتر هم صدا کردی چند دفعه خب بیا دیگه که کاکای ما بسیار دلش پر است برس بریم بخیر رفتیم با اجازهتان امر خدمت است خداحافظ خداحافظ سلام علیکم جور است ان شاء الله صد خوب است بخیر است سلامت چرت میزنی خودت والا چرت فکر زندگی را میزنم افطار کردی یا نه اول از افطار کردیم سلام اگر نکردی که نه لالای ما از بولونی چی است افطار کردیم کچولوس
افطار کردیم خوب هستیم. اگر نکردی کنمور صدا کنم افطار. نه خدا خیرت بده افطار کردیم جور است. خودت چطور؟ ما هم افطار کردیم خانه تا. اگر نکردی بیادرک در خدمتت است. اگر زیاد زورم نمیرسم یاد قل افطار خو میتونیم. خانه جور خیر ببینه خانه تا یک جهان تشکر. چطور بود امروز کار شد یا نه؟ شد 100 1.5 ساعت شد. هزار با شکر دینه. شکر هزار بار. یعنی کم میخوریم همیشه میخوریم و قناعت میداشت. جور باشه آرام باشه. میگه قناعت سبب سعادت است. 100%. این آدم باید قناعت داشته باشه در هر حالت شکر کنه. هزار بار شکر. هزار بار شکر. هزار بار. خو اردوگه که کراچی یک تایره داره. کراچی یک تایره. چه شما رو سرما کردی؟ والا چطور کنیم دیگه اینجا در شرکت سیمیان کار میکنیم فهمیدی؟ حالا برام اینجا پشت کارتونا میرفتیم دیگه شما رو دیدیم که شما گپ بزنید. شرکت سیمیان. این خودت وظیفه داری؟ کار میکنیم. چند میتن باز؟ بار میبریم بازم بار پیسه میگیریم. روز یک 300 400 شکر. 1000 باشه. شکر. این اگه 300 بته 9000 میشه، اگه 400 bete 12000 میشه. دیگه یک ماه سن یک در روز 8 روز که تیر میشه بعدم کار شروع میکنیم تا آخر روز را. و بعد از رمضان باز چی؟ بعد رمضان با 2 ماه سودا ایندیم کوچی باز که سویل سی مریم. خیلی بجا پس. خوب است شکر از دم. نمیشه کوچه میباشی. نمیشه کوچه میباشی. من میگم کجا دیدیم مصاحبه کردیم کدتان. نه نگویی والله. ذهنم خوب است یا نه؟ 100% چطور؟ والله بشک. خوش باشین. خودت هم نام خدا پیشانیگه که تو باز است. خدا همیشه هم تو خوش داشته باشه. جور باشی آرام باش. عروسی کردی؟ شکر 2 تا بچه. چند دانه عروسی کردی؟ 1 تا. 1 دانه. شکر جور باشه. چند اولاد داری؟ شکر 2 تا بچه دارم. 2 تا بچه داری؟ چند سال است بچه‌ها؟ یکیش گاز 3 ساله است، یکیش 1 ساله است. اینا بخیر یک 5 سال بعد دیگه بچه‌ت بیخی برابر شانیت میشه کارگر میشه. یا خدا مهربان است. اون بازی میشه باز میتونی آرام کارک کنی. جور آرام باش. خانه کجاست؟ خانه بغل کوی 500 تومانی است. از شما؟ از ما کوتاه خیرخانه کوچه زیارت. این تو اونجا دیگه شاید یک 9 بجه شب برسیم. نه کراچی رو داخل سرای من رسیم باز میریم دیگه جرام. در موتر می. در موتر می. کی میشه روز در کار بند میباشی. شام پیاده بری کی میشه. خودت غمت خوردی یا نه؟ شکر. عروسی کردی؟ شکر. چند تا ثمر؟ 3 تا اولاد داریم. 2 دختر 1 بچه. بچه کلان است دیگه. نه خوب از 6 سال 7 ساله است. نام خدا اینا خودت هم تر تازه هستی. والا چطور کنیم دیگه. یگان تا سن سال خودت است هنوز عروسی هم نکردی. نه دیگه او باز خوبت ما عروسی کردیم شکر. مادر ما را زن داده بیغم شدیم از. الهی شکر. 1000 بار شکر. امر خدمت است. بخیر باشی. خدا حافظ. صحتمند باشی. بخیر باشی. خدا حافظ. خدا چیزی گفتنی داری لالا کم فکر کنم. بیا پیش بیا جور هستی؟ شکر. نام چی است؟ نام حبیب الله. حبیب الله جان چی میکنید این وقت شام؟ ما اونجا کراچی ماست. کراچی چی است؟ سمبوسه پکوره. خوب سمبوسه رو خودت برام دادی نی؟ این زینکا خراب است یاد آدم میره. مکتب کجا رسوندی؟ درس کجا رسوندی؟ مکتب دیگه میخونیم صرف 6 شدیم نو بخیر. صرف 6 شدی نو بخیر. آفرین. چندم فارغ شدی از صنف 5؟ دوم. آفرین درسکایت همیشه بخوان. خب این حالا با ما چی داری؟ نعت شریف داری، شعر داری، ترانه داری، فکایی داری؟ ما از نداریم دیگه. بچه‌ها هر کدام شعر، ترانه، فکایی هر چیز گفتین جایزه دارین. هر کسی گفت فرم. کی داره؟ نام خدا کومه بزن. روزه بودی؟ نه. روزه نبودی؟ نه. خب گوش نشده بودی؟ چاش نان خورده بودی؟ چاش تا. چی خوردی؟ ما چاش برنج خوردی؟ او نام خدا این شکمک چر بود. یک ما مسکینا نه سوپ چیز خوردیم نه چاش چیز خوردیم. حالا یک کمک بولانی خوردیم خلاص. دیگه زخم بخور. والا بیشک خیلی بینی. نام چی است؟ نعمت الله. نعمت الله. نعمت الله جان درس هم میخوانی دیگه؟ خب صنف چند هستی؟ من مکتب میخونم تو عمل میکنم. آخر رفتم مدرسه میرم. مدرسه میری؟ خب چی داری که بخوانی با ما؟ یگان نعت یگان ترانه چیزی داری یا نه؟ یاد ندارم یاد. یاد دارم. تو یاد نداری؟ نه. تو بگی یک فکایی خوب بگو بلاله. من یاد ندارم. نداری؟ خودت خو یاد داری؟ برو. سوره یاد دارم. یاد داری؟ آسی. خب اون کامرا با میره بونی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدورنا من الجنة والناس. صدق الله العظیم. آفرین شاباس. اردوگه که درسکایتان بخوانین خانه‌تان دمی نزدیکاست دیگه. در گله خوجا بغراست. گله خوجا بغراست خودت؟ عموم. چی یکی دیگه میشه؟ بیادراست. خب کدامتان کلان هستی؟ نه کلان خانه ای نیست. خب هر سه تون بیادراستی؟ خودت خانه ما کراچی. خودت خانه دوستی؟ خب کراچی از خودت است؟ گندنه و همین چیزا مفروشی؟ کارکتون چطور است؟ چی شد تو بزنی؟ یک دسته گندنه فروختم. یک دسته؟ چند؟ 10.
خودت چند کار کردی؟ من مال 50 روپه. خودت چند کار کردی؟ من 90 روپه. 90 روپه والا به شک چه خوب بچهای کارگر هستین این نام خدا. پدرتون چی کار میکنه؟ بدن مال شکر داره. شکر داره؟ نمیتونه کار کردن؟ نه. خب دیگه کسی نیست بیادر کلان ندارین؟ نه. همون بیادر که کلان تینمی هست دیگه. برین خداحافظتون آفرین بچه‌ها برین. جور هستی لالا؟ بخیر هستی صد خوب است؟ چی گپاست شو بچه؟ خدا را شکر سلامت. افطار کردی بخیر؟ ها تو افطار اگه نکردی بیا بریم قصابی اونجا آماده است فهمیدی اونجا کل چیز یک شعله خانگی آماده کرد. والا به خدا جایزه تا باش که شاهزاده وطن من اینم هر چی که برآمدی نمی از ارسیتون ما برید. خب چی پخته کردین؟ یک شعله وطنی هم از خانه آورد خلیفه گفت ده نمیشه گردن کنه جایت خالی. امی قصابا دائم شو کمکشان چرب میباشه. حالا چی کنیم ما موجه دکانا که سگان چکر میپرتیم خدا چی کنیم؟ بیا اگر نخورده میریم موجه اگه افطار میکنیم. خدا خیر بدید من میگم این نمیشه 2 سال لطف کردن یک ذره یک بولونی تندوری خوردیم یک ذره یک دو خوردیم لپ و جب شدیم اونم خیلی کفایت میکنه. ان شاء الله خود تای تاسی دیگه. والا فعلا خودت بگیرید. اگه میری خب به خدا یک شعله مونده فهمید. بخیر باشی باز که از این شعله که گوشت قاق باشه در میخونه کوفته با جایت خاله خوب یک کوفتهشون خوب یک قرمه کوفته بچه خاله میال یک بولونی پیش ما میخواد دروغ میگه. نه لا خدا شعر بچه از فهمیدی صاحب ما نه خورد کلان شده خود زیر دست ما فکرت است اول خودت قصاب هستی؟ نه همونجا بچه کاکا سگان چکر میریم همونجا ما گفتم اگه قصاب هستی قصابا خونم خدا کل جاندارک میباشه خودت چطور مواره بیخی چیز جان ما در دیگه سیستم است کدام سیستم؟ جام سیستمای گدواد است خدا گدواد نداشته باشه تو بیادر گل گلزار باشی همیشه. نام چی بود؟ سودایس. سودایس جان گل. فکر میکنم که ورزشکار هم هستی کمتام. نه یگان دفعه بچه‌ها میبرن همونجا تا بالا میزنه ما را. پالونی میری؟ پالونی. به شکتون بخیر. اینی لالا میرخم کلکشک میکنه امر خودت است یا نه؟ نه همینجا بچه‌ها پرسنل است فهمیده. پرسنلای خودت؟ بچه‌ها است میگرده بر همینجا هستیم 24 ساعت. چی کنیم؟ برو من هیچ وقت پیرام نمیشه. قربانت سلامت باشی. چی کنیم؟ انجمنج باشی ما چی خدمت کنیم؟ چی کنیم با ما چیز کار خدمت است. خدا تشکر. جان جور باشه سلامت باشی. بیا انوری صاحب گل که بریم بخیر آیسته بالاتر. کدام طرف؟ امیال از اون طرف آمدیم. بیا دیگه انوری صاحب گل بیا بخیر بیا. مگر نوجوانای چیز نمونده؟ هیچ چیز نمونده. جور هستین انشالله. فقط اگه احترام تقدیم میکنم میرم. بیا چیز نمونده. جان جور باشه. سلامت باشی بخیر باشی. خوش آزادیم. امر کو. سلام. گیره چپا کنم برات. جان جور است بخیر هستی خیرتی. چی میکنی شاهزاده؟ دمی کار برآمد. افطار کردی یا نه؟ چی نوش جان کردی؟ بولانی خوردی. در کجا بولانی خوردی؟ نمی کوچه بایسکل سازی. خب اگر نخوردی بیا درک خیر باشی خیر ببینی. خب قربانتم. چطور هستی شاهزاده خودت؟ شکر. خیر هستی ان شاء الله. نام کی چی است؟ نام میرزا سعید است. میرزا سعید. میرزا سعید جان خلطه مفروشی. خودتم کراچیونی؟ بله. کار خودتم روز چطور بود؟ خوب بود؟ بعد الحمدلله. شد یک چیزی؟ شکر. چند پیدا کردی؟ 300 300 شد. نام خدا پرت چک اصل مرد خودت هستی. یعنی کسی که زحمت بکشه کار کنه است نی؟ کار کنه هر کس کار از بخشه. کسی که میگه نیست اون شکری میکنه. ما هم در خانه میگفتم بیکار چی کنه؟ اینا میگم شکر خدا. میشه نمیشه. کس خواهیت تا نمیکنه. نه. یعنی کراچیوانا را نه امروز 3 تا برد جگر مردم خیلی که جگر مردم خون میشد. خدا نه یک خواهش دارم همین همین کراچی ها را غرض نه. شواهد است همین 1-2 روز کارشان است. دیگه وقت نیست. همون یک کراچی را ببرن و در روز 200-300 غریبی نمیکنن 6000-7000 کراچی تاوانی میشه. یک خواهش دارم که این کراچی ها را غرض نه. برو می خواهش هم میکنم که غرض نگیرن گفته خودت می شواهد بتونین یک چیزا که پیدا کنین. خودم کیلو فروشی میکنم در 500 فامیلی. یک کراچی ما برد. و پشتش بگرد ترسی نمیدن. نداد میگن بیا اوجا میتیم که میری قوزارت بیتم که دوجا برو آخر میگن نیست پرسش میکنن میبرن دی سبز. خودت چطور بود امروز کار کردی چیزی یا نه؟ شکر خدا کردیم دیگه 2.5 ساعت رو بند. حالا به شک نه. چقدر شاهزاده بچه هستش خودت؟ نه نام خدا بچه کاری از خرید فروشی روز 200-300 کار. 30 دانه خلطه آورده بودم. 30 دانه 260 بفروختم. 4 تا مونده.
این فایدهش باز 1.5 است دیگه. فایدهش هست شکر خدا دیگه 120ش 120ش میمونه دیگه بخیر 120ش میمونه. خب کل روزا می رقم است یا شواید و نزدیکایی و برات که میشه این رقم میباشه کار؟ نه دیگه در رمضان است شکر است دیگه در وقت جا میشه 1-2 ساعت 1.5 ساعت. خب خیر شکری نکنی خوب است. درسای تا خو میخونی؟ آها شکر خودت چند هستی؟ 6 میشم. 6 میشی. ماشاءالله چه خوب بچه درس خانه مینه هستی. چی توفه داری به همسن سالای چی گفتنی داری؟ گفتنی دارم نه چیزی. نه خدا چه خوب. خانه کجاست؟ گلای جمهوریت است. گلای جمهوریت؟ در کجا هست او؟ نه این سر چهارراه. خب از این داخل کوچه میری سر چهارراهی؟ کوچه اول. خب بسیار خانه خودت گفتی کجا؟ خانه ما 500 فامیلی است. 500 فامیلی است. خودتان است؟ نه کرامی. چند کرامی؟ 6000. او هم سر خودت است دیگه. نه پدرم شکر است بیادرم. پدرم در شهروالی کار میکنه. خب بیادرم؟ بیادرم یک تاش کراچی کار میکنه یک تاش به خانه میره. اینه کلتان غریب کار هستین کلتان با غیرت و با همت هستین امی آدم با غیرت باز هیچ کس خوش نداره یعنی را مصاحبه کنم رفتیم لالا گکم یک شیر تقدیم او مهربونی صداش کم میگه مست یک دلبر بودم دیوانه گشتم عاقبت گردشم از سوختم پروانه گشتم عاقبت رفتم از دستش بگیرم تا گرفتم پر کشید آشنا گفتم ولی بیگانه گشتم عاقبت به شکت والا به شکت داری خودت کدام چیزه اطلاعات میکنم بخیر مهربونی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارتهم من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلی العظیم. آمین یا رب العالمین. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین در عمرتان برکت الهی به آرزوی دلتان بخیر برسید. خب بانش خیره که رفت دیگه. جور هستین شما؟ بخیر هستی؟ کجا میری خودت جان لالا؟ کدام بیادر؟ کدامش هست؟ زور میرسه سر شانه؟ آه چطوره میرسه؟ یاسین فی صاحب نگریز دیگه تو را والله. جور هستی انشالله؟ استادم صداقت بخیر هستی؟ استاد خوب است جان جور است؟ خوب است استاد خوب است؟ لالا را گفتم لالا می عالم نمیمانم شتا رفیق سابقه است لالا گفت بیا که لالای با صحبت میکنه گفتم زورم سرش میرسه یا نه چطور هستی شاهزاده خوب هستی جان لالا خیرتی است بخیر هستی او آنال یادم اومد که در کجا ما خودت دیده بودیم نمی قسمت بود ندیدم دکان خوب هستی لالا صد خوب است احتیاط لالا شانه و گور از بیخی وضعیت خراب است خدای جوانی دیروز همین دست این رقمی خیل کردیم ما چون رگ بیسر تو خورد چه رقم حالا هیچ بالا نمیشه دست برو کامرا قطع شد و از یک چاپید نکنم رگاش به تاپ میشه چاپید اگر رقمی نباشه او بدر که از دست پای نمانه بچه باز نیستیم از قندار نیستیم از اگرام هستیم احتیاط کو بچه چی میکنی لالا خیرتی هستم انشالله جور خستی اول کارا بخیر شریف خدا را شکر نامه چی است بهرام جان نامتون بسیار مقبول است والا کی مونده سر نام دیگه ما خوب نو به دنیا آمدیم خداوند بابای ما مغفرت کنه تمام مردگان اهل اسلام بابیم نام سر مانده بابا جان بابا والا بسیار نمازها رو دوست می داشته باشه باز جان خوب است ان شاء الله ستان خوب است بخیر خب گپم بخیر باز این نمازها رو بسیار دوست می داشته باشه بابا کلان نه جان ما هم دوستش داشت یک ذره نازدانگه که معلوم میشی نه مریم اومد بچه کلان خانه که باش طبعا دیگه نازدانه خود چون که اول بچه کلان در مصرف می باشه فعلا ما در مصرف نیستیم خدا رو شکر کل زحمت سر از اون بچه کلان می باشه یعنی کل رفیقا میفهمن اما ترس خود چندم هستی ما اول هستیم خلاص دیگه میگه اصلا خم اینجا کلا ای اول است پس کرکی خانه به این معلوم است چی میگی سفی صاحب تو پیش تو اینا پیش بیا خورد خانه خب بسیار لطم میخوره خوب صحیح نه ملت نمیخورم شکر حالا خود از او گپا خلاص نام داره خیلی لط میکنه
حال از گپا خلاص شد طفولیت دیگه. در طفولیت خدا میدونه چقدر قفایی ور داشتن از دست شوق بود. حالا در بعض یوتیوبا و نام مگنگر افغانستان خودم معرفی میکنم. مگنگر افغانستان. خب بچه‌ها هستن اینجا کلگی مرا به نام مگنگر افغانستان میشناسند جان لالا. فیر فایتر در یو اف سی که مسابقه میکنه. بله. راستی چیره میدی کم کم. بله. 100%. شکل میکنم به خودش. حالا ورزش هم میکنی یا نه؟ بله پالونی. پالونی؟ جانا. خب برو مبارزات آزاد بخیرای امور تعقیب کو دیگه. خدا بزرگ است. خب مکریگور افغانستان ها؟ جانا. های دل ما سرت پر باشه لیسی مریم. ان شاء الله 100% دل ما پر دل ترامپ پر باشه. کو تو نشه که در میدان الهی ما بتی تناو. چرا میگه بیژن قندیزی میگه نر باره شیر باره افغان دل باره نگوسپانی نبوزی چی باره. بیژن قندیزی همیشه میگه ما افغان هستیم شکر خدا دل جمع زیه کو. شک. اینا چی میگن؟ آیسته آیسته شروع شد. این حال یگان توفه دیگه منتظر هستیم ببیننده. اید مشکل نیست. میالا میگه برشون میگم. میره گونی دیگه. بیژن قندیزی میگه 1 2 3 4 ما هستیم بچه نجار رفت اومده ما 304 اگه سیگرت نداری یک پارت یگان پکن اسوار بچهای افغان با شما سلام ما پریشان بیا که بریم سینما از راه باغ بالا پیشنی یک پتی دیگه بالا این جان لالا شد دیگه والله بشک فرد شک ما خب بیخی چشم درد است با خدا پشت موضوعات به هر صورت خودت چی میکنی لالا جان اینجا گفتیم یا یادم رفت دکان بود چبلی و دسکال کار میکنی اون تخفیفم نوشته کردی جانا فکر میکنم 1000 قیمتش است یک 950 روپیه خب مثال دیگه 350 349 روپیه 1 روپیه تخفیف 1 روپیه تخفیف هم قیمتی سن تخفیف خب برس خودت چی میکنی؟ ما میتابنگای میوه خشک میوه خشک نام خدا لالا ما چقدر خوبش معلوم میشه در بین میوه خشک والا انجام انجستی به خدا بین موستا کدام مصاحبه ما تو بیا یک مصاحبه والا کماندان کندک ما نمیسته چی میگی جور است ان شاء الله صد خیر است والا بیخی در بین گنج ششتی یک گلاسک چای هم بند پول تسر کدامش یک دانه بخو نه چای هم نرسیده تصادف تیار داریم کتاب کای مزه میده ما بگین نوش جان کنه نه والا سالای سمرقندی باز هیچ مزه نمیده سالای سمرقندی نیست هزار کومش میگم ما پیش میکنم نوش جان تشکر لطف داری هیچ دیگه نمی که سلا کدی پیشانی واز به ما همه چیز است پلاو است شلاو است قابلی است میوه خشک هر چیز است زنده باشی از خودت هستی اینجا دیگه یا شریک هستی که تزول لالا کدام لالا شریک هستیم جان یک حریف هم در پیشروی داریم حریف هم از خودم است یگان او چلم بندازین پیش دکانی ها کم یک مشتری که از همی دور میازیم زیر چشم دیگه خودت هم سایل میکنی لالا هر کس که زور شد که چشم خوش ابرو اشاره میکنه خیلی از خودت میر مورد قوی است دیگه یک کمی توکل به خدا اینا مقصد صدا را شنیدی؟ بله بله اینا گپت خلاص است دیگه خب چطور بود روزه؟ همسایه‌داری دارین دیگه؟ خب رقابت هست دیگه هرچی نباشه سالم اینمی سالم است دیگه؟ انشالله چطور بود روزه امروز؟ خوب بود فضل خدا گرفتیش یا گرفتید؟ نه یک رقم پژمردگی خو هستی که والا روزه میگم یا همیشه کم که سیر شود گشنگی باز خوب با سر آدم خو میانی؟ این روزا خو والا تاثیرات خانه داره دیگه این روزا او رقمی که ما بشینم چایم نانم تیار باشه نگردم باشه چرا خان چای نان میخوری نه خو اینال گپ ده چی است که خودت خلاص نمو جایی که هستی حرکت نداری یا داری حرکت خود داریم 6 بجه صبح میخیزیم مندهی میریم مال میخریم تا میرسیم 10 بجه 11 بجه میشیم مال خریدن قاصان نیست این جور کردنش دیگهش نه راستی هم خب هیچ کار دنیا ساده نیست در کار که زحمت نکشی راحت نمیشی از میوه بر ما بگو که چطور بود مثل سالهای گذشته وضعیت میوه چطور است قیمت شده یا ارزان شده چه رقم نه خوب است اما هر سال است باز چیز ارزان باز چیز قیمت به خاطر که خدا خیر بده بعضی تجارای ما را رمضان که میشه یا عید و برات که میشه باز دو چند بلند میره قیمت مواد والا خو افغانستان است این لور خدا 100% داره والا خوب یا خیر باشه بخیر یگان شاگرد کار نداری استاد ما داخل تو یک شاگرد فیشنی نمیجا استایل زده استاد میشم هر مشتری که اومد بازور میارم شه چوس نمیمونم دور بخوره ما در خدمت استادم آرام باشی شوخی کردم امر خدمت بخیر باشی خداحافظ بچه‌ها چیز خدمت است امر خدمت بسیار تشکر سلامت باشی بخیر باشی سلامت جان یک مهمان ماست خب چی دارین بیا ما تو یک دقیقه مهمان خدا خیر کنه و بدر که 3-4 تا نفر دیگر اوجا استاد نکرده باشی به جان ما یک دقیقه خیره
همیشه او نام خدا نام خدا ما صدقه سر شما او بیادر غریبانه چی میکنه اصل تجار اصل کار شما جور است باش که از رفیقای خودم یک معرفی شویم شما خوب هستین ان شاء الله ستان خوب است والا خوب است ستان خوب است بخیر ستان خوب است بیا دیگه خیر بالا همیشه قسم میکنیم خوب است لالا جان ست خوب است بخیر دپ شما را کی داره دیگه قربانتون زنده و سلامت باشید چایکتون هم تیاره نه کلچه و هر چیز نام خدا میمانیم چای میاریم براتون نان میاریم میوه خوش فضل خداوند است همش است فکر میکنم اینجا نو جور شده چرا کم نه اینجا خب دکان است اصلا خب دکان چیه رستوران است تاج به هر قندس کباب است باز ما با دوستای خود به می ترتیبات بگیریم که کیک کلچه و میوه خوش تقدیم میکنیم از امو خاطر گفته که ما چند دفعه اینجا آمدیم اینجا هتل بود چطور که یک دفعه 180 درجه تغییر نه دکان است از آمادگی اون گرفتیم رنگ روغن خودم کردیم همینجا با دوستای خود کیک کلچه چیزام چیندیم که ان شاء الله ما خدمت دوستا را کنیم حالا چند نفر هستین اینجا اصل کار کی است ان شاء الله با امید الله یک 12 نفر اینجا کتما کار میکنن کلتون شریک هستین دیگه کل ما بچهای کاکا هستیم بچهای کاکا هستین والله بیش بله این اکثریت کاکای کلان ماست کاکا نایی میگن کاکای کلان ماست بیادر زاده است دیگه بله خلیفه شفیق میگه که استاد ماست هم برادر کلان ماست دیگه خلاصت به استاد نمیمونه این کاکا و بیادر زاده قدر تفاوت سنی هم نداره شخصا خودم از ناز بسیار زیاد میره پدرجان میگه که کلگی همیشه میفهمه بله خب اینا میبینی خودت در جمع بیخی بچه خیلا زده یک رقم بچه خیلا خودم میزنه نام خدا بچه هستی دیگه بله همین دل خدا آدم همیشه کوشش کنه که شاد بگه دو ماه 1030 هم شده چی میگی بله بله اینا خدا ما تو خوب سه یک شیرینی کلان سرت گشت هزار دفعه کلماتم بالا چی خب به شک بالا اصل پیسه را گیر کردید میوه خوش بیاین دیگه در رمضان است دیگه امیرم بازار را جمع کنیم باز پس رستوران فعال میکنیم ما تو بله امروز اول عید که بیاین بخیر رستوران ما فعال است خب اینا اگه یا زیاد بانه باز چی میکنیم ما همین در بیرون جای داریم باز اگه سرک بنشد باز مال خود انتقال میدین در سرک دوستا سوجا فروشات میکنن رستوران ما پس اینمی بچهای کاکا کلگی دمو وقتا میباشین 24 ساعت که بخواین ما بیگانه کس نیست دیگه از یک دو سه دانه مثلا از استالف از بچهای مزار است نیا هستن مثل برادر باره که ما اعضای یک فامیل هستن اینا چقدر خوب بعضی بچهای کاکای بین کتک دیگه جور نمیینه ما شاهدش بودیم زیاد دیدیم همین خانه پالوام کس از کاکایم است این بچه کاکای کلانم است مامای ما میشه دیگه چی میخواین صمیمیت از محبت از پیسه از لب و جب از چای نازن اینجا تا اینمی 5-6 دکانی است کلش بچهای کاکا و بیادر زاده است خلاص چی میخواین دیگه قربانتون مرام شاگرد نمیگیرین همینجا بیخی خوش ما طالع دلم نمیشه برای استاد ما است همینجا بیشین بخیر باشید سلامت چای بریم خوش بشیم شما از اون نوش جان کنین بخیر باشید فقط یک سوال دیگه میکنم که این میوه خشک چند فیصدش از می خود وطن ما والا ما که میبینم 80% 90% هم از وطن خود ماست اما 10% چی هست یک کاجور و یک پسته از مملکت‌های خارج از زنده است. الهی شکر که نه وطن که ما شما چه خوب میوه خوش میوه افغانستان نازنین ماست. چاکلیت و دیگه چیزا ما از افغانستان است دیگه. بعضیاش از ایران. خب کمترش کشورها جواز گرفتن اینجا فعال کردن. اینا چقدر خوب است به خاطر اقتصاد کشور ما به خاطر پیشرفت کشور ما. اینما تو کل تجارت ما که دلسوز باشند می وطنک خود بیایند اینمیجا 1-4 تا جوان هم مصروف میشه رزق روزی حلال پیدا میکنه وطن هم دیگه آهسته خود کفا میشه خب بازیات شیرین میشه باز تو خیر است قربانتون شما بسیار تشکر لطف دارین یک جوان سپاس اینا خوب شد که معرفی شدیم هر وقت آمدم باز بجان کنیم میز براتون بونم چای نوش جان کنیم قربانتون جهان سپاس باز می موالتون این میز ما را تصویر سامسون بگی تصویرشونه خداحافظ بخیر باشید پس گشتم باز تصویرش میگیره دلا بالای برنامه تو مقبول تصویرش بندازه تشکر بخیر باشید خب انوری صاحب گل پس بریم اینم تو دمی سرک عمومی خود بندازیم چی نظر داری نه آیسته رسیدیم به لحظات آخر برنامه ناگزیر باید خداحافظی کنیم دیگه در بازار لیسی مریم اینا دوستا رفیقا همه گیره دیدیم امرایشان صحبت کردیم بعضی ها خوش بودن بعضی ها از کار خود قدر راضی نبودن خود زندگی است دیگه پایین و بالا پستی و بلندی خود داره و لذت زندگی در اینمی پستی و بلندیش است اگه یکسان و یک منوال باشه بازم خسته کن میشه دیگه جور آرام باشین تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا بسپارم